پرسیدن که شوهر من خیلی به خانواده خودشون اهمیت میده، با اینکه راهمون ازشون دوره فاصله، ولی اول باید بره خونه مادرش، بعد بیاد خونه من و دو تا دخترم همیشه تنها شام میخوریم. ای بابا، من چند بار اینو گفتم، این چند بار تکرار تو همین تریبون، تو همینجا، تو همین فضا بازم دارم میگم، یکی از اون نفقه ها و حق های خانم ها حق زمانه، نه فقط حق های مادی و اینا. اگر تایمی رو من برای خانمم باشه برای جای کسی دیگه مصرف کنم، حق الناس کردنم میاد. من این تایم محدودی دارم چون سر کار میرم، مثلا 4 ساعته، بعد 3 ساعت میرم خونه مامانم، بعد 1 ساعت موقع خوابش میام که موقع آخر وقت میام که میخوام بگیرم بخوابم اونجا. این اشتباهه. اگر آقایی نتونه تایمش رو برای همسرش که اولی ذینفقشه، اول همسره، بعد فرزند، بعد پدر مادر تقصیر نکنه، حق الناس کردنش. خانمی نوشتم ما هر مهمونی که میخوایم بریم مادر شوهرم باید با ما بیاد، یا ما خونمون مهمون داریم باید حتما بهش بگیم، اگه نگیم چی بگم؟ ناراحت میشه، رفتارش تغییر میکنه. ببینید اصل موضوع نوع احترامه، ولی افراطش میشه خورده مزاحمت. یه بار دیگه، اصل موضوع یک نوع احترامه. مثلا دوستای همسنش میان خونه‌شون، مثلا من برادر خواهرمو دعوت کردم، قطعا مامانمو دعوت کنم خیلی قشنگه دیگه، چون یا مثلا داییامو و خاله‌هامو دعوت کردم، خب مامانمو دعوت میکنم دیگه. حالا بگم من دوستای خودم که سر کارن دعوت کردم، خب لزومی نداره مامان من که بلنش بیاد تا خودش هم اذیت بشه، اونا شوخی خاص بکنن، حرفای خاص بزنن، بگم بخندن، مامانم تازه تو انگم به ما بزنه. متاسفم برای پسرم، خیلی بی‌تربیت شدیم، ما بی‌تربیت شدیم. خب من سیستم دوستام اینجوریه که اون از مهمونا معذب میشن، عذاب میکشیم دیگه. مثلا فرض مثال بگیم، من خودمو میگم، من بعضی دوستایی که هم طیف خودمو دعوت میکنن، خب نمیتونم مامانمو دعوت کنم، مامانم بنده خدا اذیت میشه، اونا هم اذیت میشن به قول شما.